سلام به دوستان خوبم. با اولین آموزش از دوره آموزش رایگان عرضه و تقاضا در خدمت شما عزیزان هستم. من حسین فرهنگی هستم. برای اونهایی که منو نمیشناسن، من هولوحوش 13 سال هست که توی بازارهای مالی دارم ترید میکنم. از بورس شروع کردم، بعد از اون مهاجرت کردم به فارکس. هولوحوش 6 سال هم هست که دارم تدریس میکنم راجع به هم بازار بورس هم بازار فارکس، و حالا توی این دوره که اینجا هستم در خدمتتون میخوایم راجع به سبک عرضه و تقاضا با هم دیگه صحبت کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که سبک عرضه و تقاضا از آقای سمسیدن هست و ایشون یکی از مؤسسات ترید رو داره که خیلی افراد زیادی زیر دست ایشون همین الان در حال ترید هستن. خیلی افرادی که خودشون اساتید سبک‌های مختلف عرضه و تقاضا هستن، اول از شاگردهای ایشون بودن، حالا سبک رو اومدن توسعه دادن. خود سبک عرضه و تقاضای اصلی که آقای سمسیدن آموزش میدن وین ریت حدود 40 تا 50% داره. و حالا ما توی این دوره‌ای که در خدمت شما هستیم اومدیم وین ریت این رو رسوندیمش به 83%. چطوری؟ ما اومدیم در واقع مدت بسیار زیادی رو اومدیم اون فاکتورهایی که باعث میشه که یک ناحیه عرضه و تقاضا خیلی معتبرتر باشه رو اومدیم کشیدیم بیرون و از اونها حالا از هر نکته‌ای ما صدها بار بک تست گرفتیم که بتونیم در واقع ببینیم که آیا این چیزی که داریم فکر میکنیم درست هست یا خیر. بعد از اون اومدیم وارد فوروارد تست شدیم، اینا رو توی بازار تست کردیم. به لطف خدا سودهای خیلی خوبی هم از این موضوع کردیم، برای ما خیلی خیر و برکت داشته و حالا اومدیم این رو در اختیار شما به صورت رایگان قرار بدیم. پس لطف کنید لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید که از درس ها عقب نمونید. بریم سراغ اون چیزی که توی این جلسه قراره به شما گفته بشه. مطالب این درس شامل این هست که اصلا سطح عرضه و تقاضا چیه، چگونه این سطح رو پیدا کنیم، چگونه رسمش کنیم و اینکه کدوم سطوح معتبر هستن. پس حواستون رو بدین به من، خیلی منسجم اینجا باشین با هوش و حواس جمع که بریم توی نمودار خیلی سریع کار رو شروع کنیم و با هم دیگه راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خب سطح عرضه و تقاضا چی هست؟ سطح عرضه و تقاضا در واقع سطوحی هست که مثلا راجع به تقاضا صحبت کنیم، حجم زیادی پول اونجا منتظر برای خرید. پس عرضه و تقاضا، سطح عرضه و تقاضا سطحی هست که ما باید پیدا کنیم که اونجا پول در جهت خرید یا در جهت ورود اونجا وایستاده و اگر قیمت به اون ناحیه برسه حجم زیادی معامله حالا در جهت خرید یا در جهت فروش انجام میشه. به این میگیم سطوح عرضه و تقاضا. این حجم‌های بزرگ معمولاً دست مؤسسات مالی هستن، دست بانک‌ها، هج فاندها یا حالا هر مؤسسه‌ای که داره پول زیادی رو مدیریت میکنه و بازار رو در واقع اونها تکون میدن با اون پولی که دارن و برای ما بهتر این هست که با اونها معامله کنیم، در جهت معاملات اونها معامله کنیم. باید بیایم پیدا کنیم که این سطوح چطوری هستن. اولین مشخصه که ما توی نمودار دنبالش میگردیم برای این که ببینیم که آقا یک سطح عرضه و تقاضا هست یا نه، جهش بزرگ قیمت. یعنی ما یک جهش بزرگ قیمت میخوایم که بتونیم ببینیم که آیا قبلا قیمت اینجا یه افزایش شدید یا یه کاهش شدید داشته.
توی در واقع این که میگیم جهش بزرگ توی قیمت یه مقداری گنگه. خب این به عنوان جهش بزرگ توی قیمته، این به عنوان جهش بزرگه، اینه کدوم یکی از اینها رو به عنوان جهش بزرگ توی قیمت بگیریم؟ بالا تو همون بک تستایی که ما داشتیم و اون شرایطی که بهتون گفتم به این نتیجه رسیدیم که 4 تا، اگر حداقل 4 تا کندل پشت سر هم صعودی یا 4 تا کندل پشت سر هم نزولی داشته باشیم، میتونیم اون رو به عنوان یک سطح در واقع مشخص عرض و تقاضا بنویسیم. 4 تا کندلی که پشت سر هم صعودی باشه. مثلا حالا توی این مثال ما اینجا 1 2 3 4 و 5 تا کندل صعودی داریم. پس این رو میتونیم به عنوان یک سطح در نظر بگیریم. قیمت برگشته توش پرتاب شده به سمت بالا. ولی این یکی که مثلا ببینید 1 2 یه دونه کندل قرمز، 1 2 یک کندل قرمز، 1 2 3 کندلای قرمز، این رو بهتره که دیگه ما در نظر نگیریم برای اون که بتونیم وین ریتمون از 40% بیاریم روی 80 تا 3-4%. خب بتونیم اونایی که خیلی خیلی معتبرتر هستن و بهتر هستن رو چیکار کنیم. پس توی این روش ما دنبال اون سطوحی میگردیم که حداقل 4 تا کندل پشت سر هم صعودی یا نزولی رو داشته باشیم. حالا اگر این اتفاقی که داره میفته، یعنی 4 تا کندل صعودی یا نزولی که داریم، اونجا یک منطقه‌ای باشه که یه حالت کلاسیک حمایت مقاومتی هم داشته باشه، خیلی خیلی برای ما بهتر میشه. مثلا توی همین ناحیه که اینجا داریم، ما اینجا میبینیم که یک مقاومتی اینجا بوده، قیمت اومده شکستتش و پولبک زده بهش، اومده بالا. حالا ما اینجا رو به عنوان یک ناحیه تقاضا داریم میگیریمش به خاطر این چند تا کندل و قیمت که برمیگرده تو ناحیه تقاضا ما حرکت کرده به سمت بالا. پس تا حالا اینجا شد که 4 تا کندل پشت سر هم صعودی داشته باشیم یا نزولی روی حمایت یا مقاومت کلاسیک خودمون باشه، اون چیزی که حالا توی سرپای پرایس اکشن کلاسیک گفته میشه. و از اون طرف بهتر هست که بازار ما مشخصا صعودی یا نزولی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بتونیم ساختار صعودیمون رو به صورت خیلی واضحی ببینیم. مثلا اگه من بیام اینجا، خب من که آیندهشو ندارم، مثلا اینجا ما میتونیم ببینیم که بازار از اینجا تا اینجا خب یک صعود قیمت خوبی رو داشته. حالا ما تایم فریممون هم 1 ساعت هست. نکته که وجود داره اینه که روشی که داریم میگیم توی همه تایم فریم ها جواب هست، ولی خب تایم فریم های بالاتر سطوح طور مشخص قدرت بیشتری دارن نسبت به تایم فریم های پایین. خب پس ما یک روند صعودی مشخص رو بتونیم ببینیم، یک ساختار صعودی مشخص رو بتونیم ببینیم. اگر براتون سخته که بخواید ساختار رو ببینید و خیلی آشنا نیستید، میتونید از یک میانگین متحرکی که اینجا متدش رو بذارید روی اکسپوننشل و معنی نمایی و عدد اون رو هم رو 200 بذارید. حالا رنگش رو هرچی که دوست داشتید انتخاب کنید. من قرمز رو میذارم به خاطر که اینجا خیلی خوب دیده بشه. زمانهایی که این مووینگ اوریج ما یک شیب صعودی داره و قیمت بالاشه، ببینید توی اینجا شیب ما صعودی نیست، اینجا ما شیب تقریبا صفر داریم. خب اینجا نه، جایی که مشخصا شیب صعودی داره و قیمت بالای مووینگ اوریج هست به عنوان روند صعودی در نظرش بگیرید. و جایی که ببینید قیمت اینجاها هی مثلا تو این نقطه رفته بالاش اومده پایینش، خب اینجا رفته بالاش اومده پایینش، اینجاها رو سعی کنید که خیلی بهش توجه نکنید. اونجایی که به صورت مشخص یک ساختار نزولی داریم
و این مووینگ ما شیب منفی داره و قیمت هم زیرش هست، شیب مثبت، قیمت بالاش. حالا توی این منطقه ها بیشتر چون نمودار در واقع صعودی بوده تو تایم فریم بالاترش اکثرا صعودی رو داشته. اینجا میتونیم ببینیم که نمودار ما این مووینگ اوریج ما کاملا نزولیه، شیب منفی داره و قیمت هم زیرش هست. پس ما یک روند نزولی رو باهاش هستیم. خب پس برای اینکه قیمت مشخصا صعودی یا نزولی هم باشه اومدیم صحبت کرد. یک مفهوم دیگه ای که خیلی مهم هست برامون اون همه اتفاق بیفته باز میتونه برای ما بهتر باشه. بیایم یه دونه، حالا چون سطح قبلی رو من گم کردم، بیایم این سطح دیگه رو در نظر بگیریم. مثلا اینجا 1 2 3 4 تا کندل مثبت صعودی داره. اینه که روی یک حمایت مقاومت کلاسیک باشه. خب اینجا این یه دونه مقاومت رو داشتیم، اینجا اومده شکسته، پول بک زده بهش. پس ما یک سطح ریزی رو اینجا داریم، یک حمایت مقاومت کلاسیکی رو اینجا داریم. حتی حمایت خود مووینگ اوریج هم خیلی حمایت خوبی هست و میشه روش حساب کرد. نکته دیگه ای که میخوایم اینه که توی این حرکتی که داریم میریم به سمت بالا FVG داشته باشه. FVG یعنی چی؟ ببینید وقتی من اینجا یه دونه سقف کوچیک دارم، قیمت که میاد ازش رد میشه باید بهش پول بک بزنم. ببینید این پول بک چقدر مویی بوده، یعنی همون دقیقاً قیمتی که توی این سقف اینجا زده شده از این طرف که قیمت رفته بالا، توی این بازگشتی که اینجا داشتیم قیمت اومده دوباره روی این نقطه. این رو ببریم تو تایم پایین‌تر خیلی بهتر ببینیمش تا بعدش بتونیم مفهوم FVG رو خیلی بهتر متوجه بشیم. ببینید اینجاست قیمت اومده توی این حرکت شکسته رفته بالا، توی این ریزش اومده روش اینجا، بعد اینجا رفته اومده روی این کندلی که اینجا هست. پس ما این چیزی که انتظار داریم، قیمت رفته بالا اومده روی اینجا، قیمت رفته بالا اومده روی اینجا، قیمت رفته بالا اومده توی این منطقه. اینجایی که این اتفاق میفته ما FVG نداریم. FVG یعنی چی؟ یعنی فیر ولیو گپ. حالا وقتی گپ داشته باشه یعنی اینکه این پول بکه به این جایی که داره برمیگرده به این قسمت خب نتونه بهش برسه. اونجایی که نمیتونه بهش برسه رو بهش میگه FVG یا فیر ولیو گپ. برگردیم تو تایم خودمون، ببینید اینجا شکسته توی حرکت بعدی نتونسته بهش برسه. پس ما اینجا یه FVG داریم، توی این یکی FVG نداریم. اینجا حداقل ما باید توی این حرکتی که داره شکل میگیره یه دونه FVG داشته باشیم. خب حداقل یه دونه FVG رو داشته باشیم. حالا دو سه تا مورد دیگه هم هست که راجع به اونها هم صحبت میکنیم، ولی توی یه جایگاه دیگهش. دو تا مورد دیگه مونده ولی توی یه جایگاه دیگه راجع بهش صحبت. حالا اگر قیمت برگرده به این ناحیه که ما اینجا داشتیم، حرکت کرده به سمت بالا، برگرده به این ناحیه، ما به عنوان یه FVG یه دونه در واقع سطحی که اینجا داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. خب قیمت که بر نگشته بهش، به اینجا به این FVG ما برگشته، از اینجا حرکت کرده به سمت بالا. حالا خود این FVG ها به عنوان یه چیز سطوحی هستن که میتونیم روش حساب کنیم. توی یک ویدیوی دیگه راجع به این صحبت کنیم، اما فعلا میخوایم راجع به این سطح صحبت کنیم. فعلا که قیمت به این سطح و نگشته، بریم یه دونه دیگه پیدا کنیم که قیمت بهش که برگشتی رو داشته. اینجا 1 2 3 4 تا. یک نکته خیلی مهم دیگه هم که باید باشه اینه که ما، این خوبه که جا نمون، ما توی اون حرکتی که
داریم بهتره که یک ساختار قبلی اون سقف قبلیمون هم بشکنیم. حالا اینجا این سقفی که اینجا هست ما تو این حرکت صعودیمون این سقف هم شکستیم. اوکی، این رو به عنوان یک ناحیه تقاضا ما در نظر میگیریم به خاطر اینکه 4 تا کندل صعودی داریم. اینجایی که هست خودش روی یک ناحیه حمایتی هست، از اون طرف صعودی و نزولی بودنش مشخصا ما صعودی هستیم و FVG هم که اینجا داریم. توی این یکی هم از اینجا تا این کندل بعدی هم FVG داریم. FVG ها رو مشخص کنیم. یکی این هست، یکی هم اینجا هست. این دوتا FVG رو ما توی این 4-5 تا کندلی که از اینجا بلند شدیم رفتیم بالا داریم. حالا من اینا رو پاک کنم، بریم سراغ این که اون سطحمون رو چجوری باید رسم کنیم. این که سطحمون رو چطور باید رسم کنیم رو توی ویدیو بعدی با همدیگه راجع بهش صحبت کنیم.